سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوبی؟ انشالله که حال همتون و تک تکتون خوب باشه. قبل اینکه بریم موضوع ویدیو رو بهتون توضیح دادن، لایک کامنت سابسکرایبتون فراموشتون نشه بزنن. بریم الان 13 بدره. اولا که 13 بدر مبارک 1404 3 فروردین و اینجا آبشار کمرده و بهتون پیشنهاد میکنم که اینم قصره قاره. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما بیاین و این ویدیو رو لایک کامنت سابسکرایب. اونجا هم میتونید برین و من اینجا داریم دوده سیخ میزنیم و گوجه و فلفل. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوره در پیش ویدیوهای بیشتری داریم. لایک کامنت سابسکرایبتون فراموش نشه. کامنت هم لطفا بزنید. منو دنبال کنید که ویدیو جدیدی دارم میذارم. این ویدیو دوم ویدیو خدا نگهدار.